زمان برگرده به عقب با شوهرت ازدواج میکنی؟ برعکس شوهر ندارم. چی شده شوهر؟ فوت کرد. خدا رحمت کنه. چند سال فوت کردن؟ 4 سال. اسم بچه‌تون کی گذاشت؟ من 10 تا بچه دارم. حالا نمیدونم کدوم یکیشو بگم. ها؟ کدوم یکیشو بگم؟ 10 تا بچه داریم ماشاءالله. بله. 4 سال پیش فوت شدن؟ نه هستن همه بابا. همه هستن. نه همسرتون رو میگن. 4 سال پیش فوت شده ولی خب بچه‌ها همه هستن. ماشاءالله 10 تا بچه. زنده باش. چقدر کیف میده. دور هم جمع میشن. انقدر خوبه. والا الان یک دونه میارن دیگه نمیارن. میگن همین یکی رو نمیتونیم راه ببریم. بابا سفره مینداختیم زمان قدیم از اینجا تا اونجا. الان سخت شده. نه هیچ هم سخت نیست. والا. یعنی الان میشد باز شما بچه می آوردید. بله. پس به این چیزا نیست، اینا بهانه است. بله. باش خانم منظورش اینه که گرونی و نمیدونم این چیزا همش بهانه است. بهانه است. یک بچه و 10 تا بچه خرجش یکیه. یک جدی؟ بله. مثلا برای همه لباس، برای همه مدرسه. بابا لباس این تن اون میکنه لباس رو دیگه. مثلا مال بچه بزرگ نگه می‌داری برای دوم، مال سوم نگه می‌داری برای چهارم. الان این بچه بزرگی است. مال اینو در آوردم دادم به اون. خب الان این لخته، اینو چیکار کنم؟ نه دیگه. چند سالتونه؟ اشکال نداره بپرسم. من 60 سالمه. ولی دوست ندارم بهم میگی مادرها. من غلط کردم. من اصلا مادر گفتم. خواهر بگم خوبه؟ خواهر بگو. دخترم بگم چطوره؟ دخترم خیلی ممنونم اومدی. گوگلی مگولی.